شوهرت صبح تا صبح که میاد از سر کار واسه طلا نمیخره؟ ازش طلاق بگیر، باش کارت کن، توی دختر مستقلی. شوهرت توی خونه میگوزه؟ تو هم بگوز، با صدای بلندتر بگوز که فکر نکنه فقط خودش باسن داره. همین امشب دوست پسر 1.70 تو بزن دیوار. پسر باید قدش بالای 2 متر باشه، حقوقش هم بالای 300 میلیون. چون دختر من تو لیاقتشو داری، تو هم مثل من لیاقتشو داری به اینجا برسی. دوست پسرت بهت میگه لباس تنگ نپوش، بهش بگو غلط کردی، مینی جوب بپوش، از این چیزا لایلو بپوش، برو بیرون. اون چیکار است که به تو نظر میده چیکار بکن چیکار نکن؟ تو اصلا به مرد نیاز نداری. تو یه دختر مستقل و کاملی، میتونی بدون هر کس که بخوای زندگی کنی. وای بچه‌ها، نیم ساعت از وقت قرصام گذشت، برم قرصامو بخورم بعدم میام. خدافظ دخترای مستقل من.